روزی احمق به نامهای اکبر چاخان به من یکو اکبر چاخان. بله بگفتم به نامهای اکبر، سی جی و گل محمد در خانه سی جی نشسته و منتظر شروع بازی ایران و آمریکا در جام جهانی بودند. چیزه؟ بله داشت. میگم کله پاچه بهتره یا کوبیده؟ کله پاچه. گاه خودی کوبیده بهتره. میدونی که کوبیده رو با چی درست میکنن؟ با گوشت نمیدونم. پس کله پاچه بهتره چون میدونی داری چی میخوری. بعد میگی چینی‌ها کثیفن و سگ خورن. چه ربطی داشت؟ این کاری که میکنی کمتر از کار چینیاست. بله. بریدن کله گوسفند کلهش پزوندن اصلا کار وحشتناکی نیست. فکر کردی اون غذایی که میخوری از کجا اومده؟ همینی که نمیدونم بهتر میکنه دیگه. همین کارام برای درست کردن کوبیده انجام میدن. تازه چشمش هم که همینطوری تو کلهش رو در میارید خرچ بد میخوری. نه اون کارا انجام نمیدیم. تازه مغزش هم میذارید لای سنگک با اشتیاق میخورید مثل زامبیا. خب حالا من چیکار کنم؟ و بگی کوبیده بهتره. چرا؟ چون غذا سفارش دادم. چی سفارش دادی؟ اشتباهی کله پاچه سفارش دادم. چون تو خیلی کله پاچه دوست داری تو حساب میکنی. راستی چرا لباس سفید پوشیدی؟ دیشب خواب دیدم آسیا میزنه. خب چرا لباس سفید پوشیدی؟ برای مراسم ختم غربیا پوشیدم. لباس ختم مگه سفید میشه؟ اگه از اون طرف بباجن از این طرف جشن میفته. پس برای جشن پوشیدی نه برای ختم؟ نه برای ختمه. هر چی تو بگی. من سفید پوشیدم. تو چرا خودت تو شبیه والتر وایت کردی؟ بیرون گرمه. پاییز داره تمام میشه تو گرمته. به تو چه اصلا؟ خود محمد بیا. داش از آشپزخونه بکش بیرون. داش چیزی برای خوردن که نیست. اکبر کله پاچه سفارش داده. کله پاچه. چرا یهو همه از کله پاچه بعدشون اومد؟ آخه کله پاچه یکم باشه من حساب میکنم. ایول کله پاچه هم خوبه. میمادی تخمه میخریدی؟ همه جا رفتم مگه تخمه پیدا میشه؟ نتونستی پیدا کنی؟ نداشت اکبر منم نتونستم پیدا کنم. ایران باخت دیگه. چرا باختیم؟ هنوز که بازی شروع نشده. دیشب تو خواب داشتم تخمه میخوردم بعدش ایران برنده شد. داشتین آمریکایی‌ها فوتبال بلد نیستن حتما میبریم. مگه ندیدی تو فوتبالشون چطوری میپرن روی هم دیگه؟ تو چقدر احمقی. تازه توپ گرفتن تو دستشون هم آزاده. اون فوتبال آمریکاییه. همینا میگم دیگه بگاه رفتیم. اونا فوتبالشون با فوتبال جهان فرق میکنه. پس چطوری فوتبال میخوام بازی کنن؟ فوتبال اونا برای ما فوتبال آمریکاییه. فوتبال ما برای اونا ساکر هست. ساکر یعنی چی؟ حرف دهنتو ببند. ساکر اسمه پلش. مثل زاکر؟ آره مثل زاکر. پس خیالم راحت باشه. آره. پس اگه ببازن بمب اتم نمیندازن. چه ربطی به بمب اتم داره آخه؟ ربطی نداره؟ نه ربطی نداره. ایول. قول محمد شروع شد بیا. این که مساوی شد الان چی کار کنم؟ الان برقصم یا گریه کنم؟ چرا اونجوری بازی میکردن؟ الان باید برقصم یا گریه کنم؟ ساسانم کنید. یادت رفت فوتبال نشون میده؟ کدوم تیماست؟ داشت ایران و آمریکاست. چی شده؟ چندن؟ تموم شد. این گزارشگر مزخرف انقدر حوصله سربر حرف میزد که خوابم برد. فقط گزارشگر نبود فوتبال بازی کردنشون هم خسته کننده بود. الان من چیکار کنم؟ ای خدا الان من تو این وضعیت چیکار کنم؟ میگم صبر کن برای بازی آخر. عجیدم تو این زندگی. و اینطور بود که هر سه خوابشان گرفت. پس نتیجه میگیریم که زیاد منتظر جام جهانی نمونید. در ضمن اکبر چاخان شرط بسته بود که اگر آمریکا برنده شود به گوینده یعنی من لقب پلش را بدهند، ولی چون باخت بهش میگیم اکبر چاخان. اکبر چاخان من نگو اکبر چاخان بیشوری کچاپت آنچیکال عوضی.